آقای عبدالجلیل، یک سوال. شما در کادرید. مهمترین تغییراتی که انسان باید در زندگیش کنه چی است به نظر شما؟ سوالی دشوار. به فکر من انسان به خاطر آنکه شاد باشد، به خاطر آنکه جسارت داشته باشد و دنبال هدفش باشد، باید از درون یک آرامش داشته باشد. برای آنکه از درون یک آرامش زیبا داشته باشد، بهترش بیاید من شما رو دیگه خیلی فهمونم. باشه. وقتی یک تخم مرغ با قوه بیرونی شکسته می شود، پایان یک حیات است. وقتی که یک تخم مرغ از درون باز می شود، آغاز یک زندگی نو است. یعنی انسان هم وقتی که از درون شکوفا می شود، برای خودش یک حیات، یک زندگی نو خلق می کند. همیشه شاد است، همیشه مسرور است. یعنی بزرگترین قوه رشد انسانی از درون سرچشمه می گیرد. یعنی یک میوه بسیار خوش‌طعم و لذیذ هم از ریشه های آن درخت سرچشمه می گیرد. به همین خاطر درون را بنگر و حال را. اگر همه ما انسان ها برای شاد بودن تلاش میکنیم، باید خودمون را از درون آماده کنیم. همواره شاد و مسرور بمانید همراهان عزیز. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید.